إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سوره هود آیه 36. در آیات قبلی الله متعال از داستان نوح علیه السلام شروع کرده بود برای تربیت دعوتگرایی که در عصر حاضر ما موجود است. در زمان پیغمبر علیه السلام تسلی کامل برای ازیاست که مشکلات در پیش رو میاد، لیکن آخر امر الله متعال کامیابی و غلبه را نصیب دعوتگرای حق می سازه و پیغمبر علیه السلام الله متعال تسلی میده که اگر قومی تو قطع تو خیلی سختی میکنه، مشکل تراشی میکنه، نمیپذیره گپای خیرخواهانه تو را، خفه نشو. نوح علیه السلام هم همچنان حالات تیر کرده. خصوصا زمان حالت رسیده بود که مردم نوح علیه السلام کشتی جور میکرد، لیکن وا مسخره میکردن. میگفتند ای خشکی در اینجا مردم آب پیدا نمیکنه برای نوشیدن، این مردکه کشتی جور کرده رایسته. دیگه پیش این مردم امور به طور استهزاء و مسخره معلوم میشه، اما حقیقت امر دیگر رقم است. پس حوصله‌مندی نوح علیه السلام در دعوت و همچنان خیرخواهی ازی و آخر الامر قوما هلاک شدنشان به کدام سیستم، الله امو حالتا را بر ما بیان میکنه که به ما شما در هر مرحله از زندگی نوح علیه السلام از دعوتش در ساه است. در اینجا الله متعال میفرماید و اوحی الی نوح انه لا یؤمن من قومک. نوح علیه السلام پیغمبری است که طولانی ترین میدان دعوت یا مسافه دعوت طی کرده و به بسیار انواع مختلف برای قوم خود دعوت داده، شب و روز، به جهر، به آیسته، تنها، فردی دعوت و اجتماعی دعوت. هیچ نوع صورت نگذاشته که قوم خود دعوت نداشته باشه. از این بر ما واضح میشه که انبیاء علیهم السلام دلسوزترین مردم بالای بندگان الله متعال است. امی اهلیت و قابلیت الله در پیغمبران علیهم السلام دیده که یارا من حیث دعوتگر پذیرفته و وارا انتخاب کرده. از امو خاطر است که وا به بسیار حوصله‌مندی دعوت داده، به مثل ما و شما وارد آتشی و احساساتی نشده، بلکه بسیار به نرمی و بسیار حوصله‌مندی دعوت داده. اما زمانی میرسه که این مردم دیگه دست از پیششان کشیده میشه، قابلیت ازی را نداره که باز دعوت بر ازیا داده شود. این کی این رقم میشه؟ الله برای هر انسان اسباب و امکانات داده که اگر او اسباب و امکانات یاد کار پرته، دعوت نصیبشان میشه، حق نصیبشان میشه. اما یک کسی که نمی اسباب و امکانات در راه غلط همیشه استعمال میکنه، نه تنها که حتی آرام نمیشینه، گوش نمیگیره، بلکه مخالف استعمال میکنه، اینطور مردم ها توقع پذیرفتن نداره. از امو خاطر الله متعال نوح علیه السلام بعد از مدت طولانی برش فرمان میرسه که آل دیگه از این قوم امید از این نیست که یا امو هدایت بپذیره. چرا؟ به خاطر که کدام امکانات برای هدایت یابی بود کلش از بین برد، اثراتش مکمل ختم کرد، دیگه برای از یه طور موقع باقی نمانده که یا هدایت بپذیره. پس زمان هلاکت از یا نزدیک شده. به نوح علیه السلام الله متعال فرمان میده که اینی کار انجام بده. این کارم لایق خویی بود که همچو پیغمبران علیهم السلام همیشه در هر قوم راستگوترین مردم ها می باشه، امانت دارترین مردم ها می باشه. انسان باید از بعضی گپای عذابی که میزنه انسان یک کمی ده حراس شوه، بترسه، لیکن اون مردم نعوذ بالله از امی عذابام نترسیدن. فقط در این جمله تنها قوم یونس علیه السلام بود که فهمیده بودن، درک کرده بودن که یونس علیه السلام راست میگه. از امو خاطر به مجرد علامات دیدن عاجزی را شروع کردن، به الله متعال توبه کردن. اینمی قسم در عرصه زندگی و شما هم میگه پا پیش میشه. خودگی و قریبت میباشه، مادر و خواهر و برادر و ماما و کاکا و پدرت میباشه.
هر قدر دلسوزانه برای از یاد تعلیم میدی، خیرخواهیش میکنی، این مردم گوش نمیگیره. بلکه اگر تو برش میگی که نکو که شرک است باطل میشه، برو اما تو در جنت برو تنها، ما کار نداریم، نعوذ بالله. این گپا میگه. حالا که لا اقل می قدر یک کمی فکر بکنه که اگر ما مخالفت اینمی دعوت بکنیم و این واقعیت داشته باشه، راستی هم که الله ما را عذاب میکنه، یک کمی خودمی دعوت ازی یک سنجش بکنیم که دعوت ازی چقدر وزن داره، چی فوایدی داره و چی اضراری داره. از او خاطر الله متعال به نوح علیه السلام میگه که مردم قابلیت خود از دست داده. و اوحی وحی کرده شد الی نوح به نوح علیه السلام انه، امو وحی چی بود؟ شان سخنیست. لن یؤمن من قومک، هرگز ایمان نمیاره از قوم تو، الا من قد آمنه، مگر او کسی که پیش ایمان آورده. بعد از این توقع امید نیست. چرا؟ امو صلاحیت ها را خودشان از دست دادن، امکانات هم کامل از بین بردن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غمگین نشوی یا ناامید نشوی با آن چیزی که کارا میکنه یا میکنه، یا که کدام گستاخی بی ادبی ریشخند مسخره میکنه، تو خفه نشو، روز میرسه. انسان عجله نکنه. دشمن با وصفی که تو را آنقدر حقیر میدانه که سری کلی کارهای تو استهزا میکنه، لیکن تو ورخطا نشو. واصنع الفلک بعیوننا، جور کو کشتی را در زیر نگرانی یا نظری ما، پیش روی ما. عیوننا، ای به چشمای ما، زیر چشمای ما. برای الله متعال چشم است، لیکن کیفیتش ما نمیدانیم، قیاس کرده نمیتونیم که مثل مخلوق واره. امو رقم که لایق شان الله است. و وحینا به حکم و فرمان ما کشتی را جور بکن. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، مرا مخاطب قرار نده در نجات او کسانی که کفر ورزیدن. ظلم هر چیزه در جای نامناسبش گذاشته نمیگه. بزرگترین ظلم یعنی یک چیزی که در جای نامناسب گذاشته میشه عبادت الله است، که عبادت حق الله است و تو میگیری او را به غیر الله میگذاری. سجده در بین نماز مهمترین جزء نماز است. این فقط و فقط برای الله شایان است، با هیچ کسی دیگر شایان نیست. اگر پیر است، اگر فقیر است، اگر سید است، اگر پدر است، اگر مادر است، اگر پیغمبر است، اگر ملک است، با کسی دیگر این سجده عبادت نمیشه. اما با تاسف امروز میبینی مریدا با پیرای خود سجده میکنه، شاگردا با استادای خود سجده ها میکنه، نعوذ بالله. قرآن میگه اینجا به نوح علیه السلام که باز مرا مخاطب قرار نده، الله متعال به نوح علیه السلام میگه. ببینی انبیاء علیهم السلام با وصف عمیق قدر خشونت، عمیق قدر جفا، عمیق قدر ظلم و زیادت و شکنجه که بالای نوح علیه السلام کرده، اما هنگام عذاب آمدن دل انسان نرم میشه. همونطور نیست؟ سخت‌ترین دشمنی باشه وقتی که عذاب میاد دل آدم نرم میشه. الله متعال قبلا برش میگه که بازو وقت مخاطبه نشوه که تو شفاعت خوی از یاره بکنی. چرا؟ انهم مغرقون، یقینا مردم ها فیصله شده در حقشان که غرق شده هاست در طوفان یا غرق شده. دیگه تو مخاطبه را نکنی پیش ما. اولین سازنده کشتی نوح علیه السلام شد. در دنیا هر کسب که پیدا شده اول بنیادش مسلمان ها گذاشته، بعد از او دست کفار افتاده، کفار او را ترمیم کرده، نمو داده، پرورش داده و عمل در سر رسانده. این ساینس چکیده دست کافر نیست، این چکیده دست مسلمان است. مسلمان در خواب غفلت رفت، نه دین خودم صحیح فهمید و نه پشت دنیا گشت، اردویش از دست داد. اما کافر پشت دنیا گشته را ایسته، در اونجا کامیاب است. و یصنع الفلک، جور میکرد نوح علیه السلام الفلک کشتی را. آلی این کشتی را چقدر طول داشت، تفاصیل ذکر کرده. 300 متر طول داشت، 50 متر بلندیش بود، چی عرضش بود و 30 متر بلندیش بود و 3 طبقه بود. این گپا را گفته اما در روایات صحیح نیست. از همون خاطر چیزی را که قرآن مبهم گذاشته باشه مبهم، برای ما چی مناسب است که طبقاتش به ما معلوم باشه؟ کدام ایوانا را قد خود بالا کرده، چقدر طول داشت، از کدام چوب جور شد، از کجا طوفان شروع شد، در کجا استارت شد. این سوالاتی است که با مسائل دین ما بر نمیخوره. وقت در این ضایع نکنه، قطعا وقت در امور ضروری تان ضایع بکنه، عقیده را درک بکنه، حقیقت را درک بکنه، دین بفهمه. در این مسائل نه. حالا که نکای آدم علیه السلام کی بسته کرده، قبرش در کجاست؟ و کلما مر علیه ملعون، هرگاه که تیر میشد بالای نوح علیه السلام ملع تیر میشد. دیگه مردم ها یک کمی بصیرت داره. ملع در باریا اموی که مجلس پاچه ها را در چاپلوسی پر کرده، اونمو مردم من قومی، از قوم نوح علیه السلام، سخیرو منهم، مسخره میکردن بالایشان.
بله در عمل پیغمبران مردم مسخره کرده، اما وا حوصله کرده. عذاب خود نعوذ بالله درک نمیکنه. در مرحله آخری عذاب میرسن اما نمیفهمه که ما عذاب میشیم، هنوزم مسخره میکنه. امروزم کسایی که دعوت به حق میده مسخره میشن. در هر جای اشاره چشمک زده میشه، اشاره برش میشه، او برش میکنه. نیست همینطور؟ همین رقم است. پس اگر ما بگوییم که الله قوم نوح علیه السلام عذاب میده، چرا عذاب؟ دشمنی ذاتی الله قطعی کسی داره؟ قطعا نداره. یاره که الله عذاب میده به خاطر عمل کرده غلط و نادرستش. دعوت نوح علیه السلام نپذیرفته و سر ازو که کدام کار نوح علیه السلام میکنه مسخره میکنه. قال ان تسخروا منا، نوح علیه السلام به حوصله بزرگ برشان میگه اگر شما امروز سر ما مسخره میکنی فانا نسخر منکم، ما مسخره میکنیم، یعنی این جزای مسخره را در شما میبینیم ان شاء الله. کما تسخرون، مثل که شما ما را مسخره میکنی. فسوف تعلمون، زود است که بدانی من یاتیه عذاب، کیست که بیا برش عذاب، یخزیه که رسوا بسازه او را، و یحل علیه پایین بیا بالایش عذاب مقیم، عذاب دائمی. اطمنی عذاب آمده نیسته و خو میگه که ما ده حق هستیم. نوح علیه السلام اینطور نمیگه که نه ما ده حق هستم شما باطل هستی، نه، میگه معلوم میشه میدان در پیش روسته که عذاب الله سر کی میآید. این آخرین مرحله فرق در بین حق و باطل است که الله متعال فرق میکنه. دو قسم فرقار الله متعال در بین حق و باطل میکنه. یکی به دلایل، از امو خاطر هر پیغمبر بیانه داره، واضح دلیل داره. این فرق حق و باطل به بیانه میشه. یکی فرق حق و باطل توسط الله متعال میشه به عذاب دادن اقوام کفار که و یک دم تباه و برباد میشه. در امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودی پیغمبر دعا کرده که یا الله امتی مرا مکمل بیخکن نسازی به عذاب خود. از او خاطر وگرنه مثل قوم نوح وار بدبختا، شقی، جفاکار، ظالم، مشرکی قدر است که پرسان نکو، اما دعای پیغمبر علیه السلام قبول شده. پس اینجا فرق همیشه توسط چی میشه؟ دلیل میشه. افسوس است مردم به دلیل گوش نمیگیره. امی بیادر و خواهرید، امی مادر و پدرید، امی قریب و نزدیکید که به قرآن عقیده داره، برش میگی من قرآن برات پس میکنم میخونم، میگن نه 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 ما چیزی که از پدرها یاد گرفتیم دیگه کار نداریم. او پدر، او مادر، او بیادر خواهر، خوش شو، شکری الله را بکش که اولادم رفته قرآن فهمیده. این باید مادر باعث شوه، پدر باعث شوه. کجا بودی؟ در ترجمه قرآن رفتی. یک چیزی خب برای ما بگو امروز که درس خوانده، تو بکش کدام سوره را خوانده، تو یک کمکی ترجمه خب برای ما بگو که من بشنوم. من خو رفته نمیتونم، عیال است، تا اطفال است، خانه الاس، میمان آمده، اما تو یک کمی برام بگو. بدبختی تا سر حدی رسیده که اینمی اولاده دیگه هم تهدید میکنه که دیگه رفتی پایتا میده میکن، باز نبینم تا در کرسیت برو، همینطور برش سیاست میکنه. نمیگن که الحمدلله در اولادم کسی پیدا میشه که با قرآن دست میندازه، او پس میاد برای ما قرآن بیان میکنه. او پدر و مادر در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ همینطور اولادت که تو را دعوت میده به قرآن او تو سرش قار میشی، من نمیکنی از مرکز قرآن، در روز قیامت به الله جواب داری. این قوم نوح دیگه چیزی نکرده. نوح علیه السلام قتل نکرده، فقط در مقابل سخنان نوح علیه السلام چی مقاومت کرد، سنگر گرفت، جبه گرفت، نپذیرفت، فکر دیش نمیکرد در سخنان نوح علیه السلام، اما عذاب الله می اثرشان. فسوف تعلمون، زود است که شما بدانید من یاتی که می برش عذاب و تو عذابی که یخزیه را رسوا بسازه و یحل علیه پایین شو بالایش عذاب مقیم، عذابی که دائم است مکمل کلش تباه کنه. حتی اذا جاء امرنا، الله متعال میگه این معامله روان بود. نوح علیه السلام کشتی جور میکرد، مردم سر ریشخند، این طرف هم تیر میشود، اشپلاق مسخرگی و طرف هم تیر میشود، تا که معامله رسید، وقت رسید. حتی اذا جاء امرنا، تا وقتی که فرمان ما رسید برای هلاکت قوم. و فارت تنور، جوشید فواره کرد. التنور، تنور چند معنا داره. مراد از تنور خیلی کلان درو منطقه عراق بوده، در اونجا اول ظهور آب شده. یک مراد از تنوری خانه است، نان که پخته میشه. یگانه لغتی که فارسی، پشتو و عربی کلش تنور برش میگه نمیسته، تنور است. تنور روی زمین هم میگه، اما قول راجح است که مراد از پیش همین تنوری کیسته که در خانه بوده. این نشانه چی بود؟ شروع طوفان بود.
قل نحمل فيها، ما امر کردیم نوح علیه السلام وردار فيها در کشتی من کل از تمام نوع که ضرورت انسان است، حیوانات، پرنده ها، هر چیزی که ضرورت انسان است، زوجین جفت جوره بالا کو، یعنی نر و ماده شه، اثنین دوتا، و اهلک اهل خود بالا کو، الا من سبقه مگر او کسی را از اهل خود بالا نکو، سبقه که پیش تیر شده علیه بالای ازو القول فیصله عذاب در بین اهلش، و من آمن بالا کو کسی که ایمان آورده از اهل تام نباشه، و ما آمن معه الا قلیل. الله می فرماید ایمان نآورده بود امرای نوح علیه السلام مگر خیلی کم مردم بود. تسلی بزرگ است بر رسول الله، عالی تسلی بزرگ ماست. 900 سال دعوت نوح علیه السلام داده، قرآن میگه امرای نوح علیه السلام بسیار کم مردم جور شده بود عقیدهش. ما یک روز دعوت میکنیم باز بگاه خسته میباشیم که گپی ما را کسی نمیپذیره. تو خود 10 سال دعوت کو، تو خود 5 سال دعوت کو، تو خود 1 سال دعوت کو، باز دعوتی تو دعوت نوح علیه السلام. او پیغمبری اولوالعزم است، دهانی از او دهانی معصوم است و دهانی تو دهانی آلوده است. دلسوزی از او زمین آسمان فرق داره با تو، شفقتی از او، شیوه دعوتیش، حکمتی دعوت، کلش او یاد داره، اما تو یاد نداری. چرا خسته میشی؟ خسته نشو. اما روزی که یک نفر حق قبول کرد نگو که مستم، باز خوش شو که الحمدلله سخن حق بود از او خاطر پذیر آفت. کمال ده تو نیست، کمال ده تو نیست، کمال ده کتاب الله متعال است. مردم کیمیا که باز گوشتش قطع انبور میکنی دیگر طرف نمیره، این کمال ده ترجمه کننده نمی باشه، این کمال ده کتاب الله متعال است. این کتابی را نمیگذاره که دیگر طرف بره، حقیقت برش واضح میشه، واقعیت برش معلوم میشه. از همون خاطر است که اولادا بسیار تلاش داره که پدر و مادر و اقارب جور شود، شب و روز تلاش میکنه، اما این بیچاره البته میگه ما را در یهودیت و نصرانیت میکشونه. او مرد که با قرآن تو را دعوت میده. و قال ارکبوا فیها بسم الله. نوح علیه السلام امر میکنه، ببینه هر امری که شروع به چی میشه. و قال ارکبوا میگه سوار شوی، لیکن فیها در کشتی با معاونت و کمک الله متعال. بسم الله. کشتی آدم نجات نمیده، موتر آدم نمیرسونه در منزل و مقصد، مرکب آدم در یک جای انتقال دادن نمیتونه بجز از توفیق و مدد کی؟ الله متعال. طیاره تو را پرواز داده نمیتونه اگر الله نخواه. اینطور ابر پیدا کنه دادم میروی که هیچ چیز نبینه، جا به جای استاد شو. این کلش انسان هرگاه حرکت، هر کار آغاز میکنی چی میگی؟ بسم الله. و ما براتون گفته بودیم که یک لقمه را وقتی میورداری معاونت الله متعال است، وگرنه پدری در 10 سال هم یک لقمه را جور نمیتونه، در 10 سال. چرا که در یک لقمه جور شدن چقدر چیزا در کار بود؟ زمین، باد، آفتاب، بگوی مهتاب، چیستا ستاره ها، آب، بگوی دیقان، زن، آتش. بی یک دفعه یک لقمه را تو چورت سرش بزن، فکر بکن، باز بعد از او برات معلوم میشه چی جای از کی. امروز که تو از خانه حرکت کردی بسم الله، از همین خانه که حرکت میکنی گفتی بسم الله، چیستا بگید توکلت علی الله. اونجا گفتی که سری الله اعتماد دارم، مالی میرم، هر چیزی که کدام ارادت دارم این کمالی من نیست، اعتماد سری الله دارم که الله برام پیش کنه.